بازی ششم یه بازی کم موقعیت رو با آلاوا داشتیم که 2 تا موقعیت رو اول با هم ببینیم. موقعیت بازیکنان بارسلونا که از بین رفت و موقعیت بازیکنان آلاوا که با سیو خوان گارسیا از بین رفت و این موقعیت که گل اول آلاوایی ها رو به ثمر رسوند. در ادامه این موقعیت ما و این شوت سنگین از باله که دروازه‌بان سیو میکنه. از نمای دیگه ببینیم. این هم موقعیتی که به گل تبدیل شد و گل دوم بازیکنان آلاوا به ثمر رسید تا 2-0 این بازی رو ببازیم و در جدول بیایم پایین‌تر.